سلام، شب بخیر. صدای من رو از دبی میشنوین و در تاریخ خاصی هستیم، در تاریخ خب ماه دوم جنگ بین آمریکا، اسرائیل و ایران هست. اه، شرایط بسیار خاصه و من الان میخوام در مورد جزء چهارم قرآن صحبت کنم. هر چقدر که بیشتر میرم جلوتر متوجه میشم که بسیار اهمیت داره خوندن این کتاب های مذهبی، به خاطر اینکه تأثیر زیادی توی تصمیم گیری های حتی سیاستمدارا میذاره. و الان تو جنگی که هستیم، هم از سمت آمریکاییش، هم از سمت اسرائیلی و هم از سمت ایرانی، متوجه بیان مذهبی حداقل من میشم جز دلایلشون هست که چرا می جنگن و چرا باید مردم در کنار اونها قرار بگیرن و قرار هم میگیرن. مثلا پیت هگزت، حالا کسی که وزیر جنگ آمریکا هست، یه سری متون از اه، جیزس میاره که در حالت بایبل میاره که let every round find its remarks against the enemy of righteousness and our great nation. Give them wisdom in every decision, endurance for the trial ahead, unbreakable unity, and overwhelmingly violence of action against those who observe no mercy. We ask these things with the bold confidence in the mighty and powerful name of Jesus Christ. خب، اینجا این رو داریم. خودمون در هر صورت در حکومت خودمون هم میدونیم که چقدر بیان شیعه، بیان این که خب ما میریم اسرائیل رو نابود میکنیم، میریم اونجا رو فتح میکنیم، میریم مرگ بر آمریکا یا هر مرگ بر هر استبداد و کافری. و خب از بچگی بزرگ شدیم با مرگ بر آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی و ضد ولایت فقیه و اینا کلا زندگی کردیم. و در مورد یهودیان به نظر من برین استادی بکنین. من وظیفم اینه که نشون بدم که این کتابی که داریم میخونیم ممکنه نقش داشته باشه در اتفاقایی که برامون داره. اون تصوری که در مورد خدا داریم، اینکه یک خدایی میاد و آیاتی رو نازل میکنه و یک نفری میگه من اه، آخرین پیامبر هستم و این هم کتاب من و من در ادامه ابراهیم، ادیان ابراهیمی اومدم. ای یهودیا، ای مسیحیا که کتاب دارین، شما توی کتاباتون نوشته شده که من میام، تحریفش کردین، دروغ میگین و به خاطر همین در صورت هم اونها رو دعوت میکنه به این دین و این قوانین و همین که نهایتا اگر این کار نکنن بهتره که باهاشون مبارزه بشه و جنگ بشه و این در تاریخ اسلام هم هست. و اصلا طرف اسلام و اینور میخوام اتفاقا آدمو برن دوتا کتاب انجیل و یهود رو هم بخونم. میخوام بدونین که باید یه مقدار بیشتر کتاب الهی رو میخوندیم. شاید خیلی روش حساب کردیم، شاید هم نه. و من میرم جلو، چون توی جزء چهارم قراره که در مورد آیه 93 4 سوره آل عمران بریم تا آیه 23 سوره نساء. کلا سوره آل عمران یک ماجرای چیز داره، اه، ضد یا نزاع داره با اهل کتاب، حالا مسیحیت و یهودیت. و بعدش هم که میریم سراغ سوره نساء که میبینیم اصلا قوانین اجتماعی هست و زنان و بردگان و ارث و جنگ و اینا رو صحبت میکنیم. یه مقدار تو آل عمران جدل اعتقادی داریم، پیامبرای مختلف و خب بحث مسیح و اهل کتاب هم که هست، که همین الان تو جنگ این روزا هم میتونیم ببینیم که اهل کتاب، جنگ اهل کتاب به نظر یعنی کسایی که بودنهاشون بیشتر بودن مذهبیه، بودن من مسلمان، من یهودی، من مسیحیه و منهای مسیحی بهتر است که بیان
آمریکا و ترامپ رو انتخاب کنن، منهای یهودی در اسرائیل برای اینکه بمونن، خب دولت اسرائیل فعلی رو درست میکنن و منهای مسلمان و شیعه ما هم که انقلاب کردن و خب حالا در طول زمان شدن این داستانی که الان میبینیم و خب داستان مهمیه، حکومت شیعه. سوره نساء یهو قانونگذاری شروع میشه، یعنی تبدیل به این میشه که آقا باید اینجوری عمل کنین، باید ارث رو اینجوری بدین با حالا سوره نساء، حالا جالبیش اینه که کلا در مورد زنان نیست، در مورد زنانتان هست و خب این خیلی فهم کنه، در مورد اینه که در مورد دختران نیست، در مورد زن تو، خواهر تو، مادر تو و تو یک مردی، در مورد اینه. همیشه با یه پروکسی داره اتفاق میفته و داره بنیان حکومت به نظر اینه که ارث رو معلوم کنی، با زنا چیکار کنیم، با یتیما چیکار کنیم، بردهداری داریم و چجوری تنظیمش کنیم، ازدواج چجوریه و جنگ چجوریه. و توی خب سوره نساء آیه 34 هم داریم که کلا الرجال قوامون علی النساء، یعنی که برتری دارن، ولی این برتری به چه معناست؟ چند همسری رو داره، بردهداری رو لغو نمیکنه، محکومم نمیکنه، فقط تنظیم میکنه. ارث هم که یه ریاضی داره. در مورد جنگ هم باید گفتش که اطاعت از خدا و رسول، در صورتی که رسول تمام مدت میگفت من یکی مثل شماهام، ولی فقط داره بهم گفته میشه. ولی بعد از یه مدتی اطاعت از خدا و رسول شد و جامعه رو به دو دسته تقسیم کرد، مؤمن منافق، و این شروع یه نظام سیاسی و دینی شد، ماها ورسس شما. و اونجا حالا اتفاقا خیلی هم جدی میشه و دیگه حالا نکته دیگه، خیلی ماجرای اخلاقی نیست دیگه، قانون میشه و میره سراغ اداره جامعه و میشه گفتش که جزء 4 قرآن نقطه ایه که دین از آسمان پایین میاد و وارد خونه، تخت خواب، ارث، بدن زن و میدان جنگ میشه. بریم شروع کنیم. آیه 93 رو با هم میخونیم که یه مقدار زیادی اه، باید به این شکل نگاه کنیم که جلوی پیامبر اسلام پر یهودی و مسیحیه، در واقع هنوز آدما دارن بهش اضافه میشن و اینجا داره میگه آقا همه غذاها برای شما یهودی ها حلاله و خود اسرائیلی ها. حالا اه، در صورت خب صحبت کردیم در مورد که اسرائیل چه کسی است و م، حالا من میرم بالاتر که براتون بگم که حالا واردش میشیم، اینجا رد میشم ازش. آقا بایسین دیگه، صبر کنین که من اینو بگم بعد بریم. آیه 93 هست همون اولش و اسرائیل هم که همون یعقوبه. خب گفته میشه که خب تمام خوراکی ها برای بنی اسرائیل م، حلاله و اینکه چرا دارین به خودتون سختی میگیرین و اه، چرا تحریف میکنین تورات رو. کلا یعنی ماجرای تحریف تورات میاد وسط و میگه اگه راست میگین تورات رو بیارید و بخونید و اینا. سوال اینه که آیا اصلا هیچکی اونجا تورات نبوده، کسی نبوده بخونه؟ اه، داستان یک کمی بر من حداقل نامشخصه که چرا اونجا کسی در واقع نیومده این کار بکنه. اه، در واقع حالا اینجا توضیح داده میشه که قبل از تورات هیچ غذای ذاتی حروم نبوده و میگه که از تصمیم شخصی خود یعقوب یا اسرائیل اومده و نه از حکم الهی. و اه، این آیه در واقع در جدل با یهودیان مدینه گفته شده که اسلام چیزهایی رو حلال کرده که از اول در دین ما حرام بوده و قرآن میگه که نه، اینا بعد تحریما بعداً اضافه شده و شخصی و غیر الهی بوده و اینکه میخواد که سند تاریخی بیارین. و در مورد ما هم اینه که خب متوجه میشیم که اه، یه داستانی داره، یه بازی داره به نظر من با یهودیای روبروش میکنه پیامبر و حالا محمد پیامبر، هر کسی اه، که
باید بهتر و بیشتر بریم این رو با هم دیگه بازش کنیم که چه کاری داره میکنه. آیه 94: از این به بعد اگر غذایی رو حالا میخواین حرام کنید دروغگو هستیم و به خدا ظلم کردیم. آیه 95 میگه همونطور که اگر سورهای قبلی جزای قبلی با من بودیم، آیین ابراهیمه، یعنی یکی عقب‌تر میره و میگه همه ما آیین ابراهیمی و ابراهیم این مکه رو درست کرده و این کعبه رو درست کرده و اه، اونایی هم که اونجا هستن در واقع یه منطقی پیدا میکنن که با این خونه کعبه است. ابراهیم هم که توی انجیل و تورات هست و خب این هم که داره میگه من همه اینا رو با هم قبول دارم، شما فقط این دروغ میگین. یه فشاری به نظر من وجود داره روی جامعه یهودیت و مسیحیت اونجا که باید بپذیرین من رو، چون من دارم داستان و بیسی میچینم که شما هم قبولش دارین، فقط تحریف شده. بعد در مورد اینکه اولین خانه همین خانه در مکه است و اینکه آیا به واقع کعبه قدیمی تر از بیت المقدسه، ولی در اصلا چه اهمیتی داره این، حالا این خونه که خیلی آدما صحبت خونه خدا دیگه از همش شوخی، حالا عبادتگاه بوده، اولین ساختمان که روی زمین نبوده، آیا اولین مرکز رسمی بوده برای عبادت عمومی نمیدونیم. و اینکه در کل نوشته شده که این خانه توی آیه 96 که برای مردمه، نه برای مثلا مؤمنی یا برای بنی اسرائیل. و به هر حال میدونیم که یه ساختمون کوچولو، امیدوارم از گوگل ارث برین تو و ببینین که چه جایی رو دارین میگین به عنوان اولین خانه، اصلا خانه خدا. و به کمی به نظر من میتونین عمیق‌تر نگاه کنین. آیا دریا خانه خداست، جنگل خانه خداست، آسمان خانه خداست؟ اینجوری خیلی نیاز پیدا نمی‌کنین توی فضا باشین، توی اکانومی اون باشین، انقدر جنگ را بندازین، انقدر کشت و کشتار را بندازین. شاید شما کنار هر دریایی کنار خدا باشین. خدا، حالا کنار خدا اینا منظورم چیز ساده ای که دارم توضیح میدم، و نیازی نمی داشتین که این مراسم ها رو انجام بدین، یه منی داشته باشین، یه مای برتر دینی داشته باشین و اه، در واقع توی این اکانومی و اقتصاد سیاسی در واقع شرکت میکنین و به این جنگ ها هم واقعا دامن میزنین. آیه 97 میگه در آن نشانه های روشن از جمله مقام ابراهیمه و پرسیده میشه آیا چیزی به نام مقام ابراهیم وجود داره و هر کس داخل آن شود در امان است. حالا به صورت کلی هر کی واقعا به داخل مکه بشه یا داخل کعبه بشه در امانه. آیا چند نفر در حج میمیرن، چند نفر کور میشن و مردم در واقع توی این آیه اینه که باید به حج برن، اگه نرون خودشان ضرر کردن. خدا بی نیازه و درست هم است که بی نیازه، ولی این نیاز دینی ایجاد شده و باید سالی برین، آدما زیاد میرن، یه بیزینس و یه اقتصاد عالی رو برای حالا حکومت‌های دینی ایجاد کرده. توی امروز انگار یک کنار کعبه سازه شیشه‌ای هست که بهش میگن مقام ابراهیم. بعد باور اسلامی اینه که جای پای ابراهیم هنگام ساخت کعبه اون مونده، ولی هیچ سند باستان شناسی نداره. به هر حال همش ما آخرش میرسیم که یه چیز ایدئولوژیکه کلا همه چی. حالا آدما میرن اون کار انجام میدن، اوه این مال ابراهیم، ولی آخرش که میبینی که ماجرا ابراهیم در سنت عرب قبل از اسلام اه، که حالا بوده اونجا جای منطقه هم بود، یعنی همین که آدم بدونه که کعبه خیلی قبل از اسلام بوده خودش مهمه، آدما نمیدونن. آیا در طول تاریخ در مکه قتل رخ داده؟ 100% در حمله قرامطه میگن 1000 نفر کشته شدن. تو داستان تاریخی قبل از در واقع حالا اون موقعی که خمینی شروع میکنه گویا توی مکه هم اتفاقایی میفته، کشت و کشتاری صورت میگیره و تو فاجعه 2015 منا هم هزاران نفر جان باختن. پس چجوریه که این آیه در واقع باید بپذیریم که هر کسی اونجاست امنه و آدم واقعا این فکر رو میکنن؟
آیا حج تبدیل به یک نیاز دینی به اضافه بیزینس شده؟ از منظر حالا جامعه شناسی دین، هم آیین بزرگی که زیارت مرکزی داره، حالا واتیکان رو داریم، اورشلیم رو داریم، کربلا رو داریم، مکه داریم، به طور طبیعی تبدیل به یک موتور اقتصادی شده و زیارت با خودش یه گردش مالی میاره، هتل میاره، حمل و نقل میاره، یعنی هواپیما و جاده و سوغات میاره و ساخت و ساز میاره و مشروعیت سیاسی میاره و اه، این خیلی مهمه. و اینکه حج رو واجب میکنه و اینکه باید بری و باید بری و میرن و باید میری و میرید واقعا. این دروغ نیست، این دروغ نیست که میرید. اه، آیه 98 میگه که بگو ای اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان، چرا به آیات خدا کفر میورزید و گوش نمیدید به من؟ آیه 99 میگه که بگو ای اهل کتاب، چرا دارید بقیه رو که ایمان میارن از مسیر درست به راه غلط میبرید؟ خدا میدونید دارید چیکار میکنید ها. شما میدونید راه درست همینه، ولی دارید راه بقیه رو در واقع میبرید تو راه کج. آیه 100 ای ایمان آورندگان من، مواظب باشید اهل کتاب گولتون نزنن ها. همه قبول یکی باشن، ولی همونطور که میبینی یواش یواش خط داره کج میشه. آیه 101 میگه برای چی کم دارید مگه؟ آیت خدا بر شما خونده شده، پیامبر خدا میان شماست، شما راه درست رو دارید ها. و آیه 102 ای کسانی که ایمان آورده اید باید مسلمان بمیرید، که خب اینم یه نکته ای داره. با هم میریم. به هر حال اینجا اینه که ایمان کافی نیست. ایمان باید تا لحظه مرگ حفظ بشه، یه اضطراب دائمی ساخته میشه و اینکه تو هنوز واقعا تضمین شده نیستی، ادامه بدی تا ابد. یعنی هیچ وقت از این بند ادامه پیدا نمیگه. دین میگه بازی تا سوت آخر ادامه داره. و اینکه این آیه یک فشار روانی دائمی ایجاد میکنه، انسان رو در وضعیت مراقبت دائمی میذاره، نوعی ناامنی معنوی درست میکنه که اگه آخرش لغزیدم چی؟ و اه، دعوت به ثبات میکنه این آیه که تا آخر و یه پروژه لحظه ای نیستش. به هر حال اینا چیزاییه که من متوجه میشم که اه، به هر حال یک داستانی است که باید تا ابد شما داشته باشی و همیشه یک ذره بینی روی تو هست که نمیشه که بیا ول کنی آخر عمر بیای ایمان بیاری. و خب به نظر میاد که همین موضوع هم بارها گفته شده و همیشه باید داشته باشه. حالا مثلا ممکنه اون داستان آقای هوره رو بگن که یه اونم حداقل برای شیعیانه، برای این کتاب نیست. که خونم همون میگه پراکنده نشین، شما به خاطر این آیات برادر متحد شدید و بینتون الفت ایجاد شد. این آیه 103. و خدا این گونه آیات خود رو برای شما آورده که ایمان بیارین. بسیار دیگه این آیه مهمه. این آیه در فضای مدینه نازل شده، جایی که اوس و خزرج انگار سالها با هم جنگیدن، ساختار قبیله‌ای جامعه رو تکه تکه کرده. اسلام اومده اینا رو هویت مشترک داده. این هویت خیلی مهمه، هویت دینی به جای هویت قبیله‌ای. خیلی مهمه. یعنی حالا یه جور ایزم دیگه، حالا ریسیزمه، حالا یه دینیزمه، نشنالیزمه، یا خدا این خیلی فرق داره. و این در واقع یه ساختار قدرتی این آیه درست میکنه، یک مشروعیتی میده و تفرقه رو به عنوان خطر درست میکنه و وحدت روی تقدیسی میکنه و یه شکلگیری دولت و دین رو ما تو این آیه داریم. خیلی بزرگه این آیه، واقعا فانتاستیک کار این گروهی که حالا با این عنوان میان مرگ رو میارن، میان میگن ما از سمت خدا، این کار درست اینه، کار غلط این، هر کی این کار نکنه مجازات داره نداره، نمیدونم باید برای بخشیدن گناهانش این کارو کنه اون کارو کنه، بره مثلا کانفس کنه، اعتراف کنه به مسیحی یا واقعا این کارا رو بکنه. و خیلی خیلی قدرتمنده. و
مرگ رو داره، تولد رو داره، ازدواج رو داره. تمام کارهای روزت گیمیفیکیشن شده و تو همه روز حواست هست که این کارا رو کردی یا نکردی، که خیلی مهمه. هر نظام ایدئولوژی هم یه دونه دشمن مشترک میخواد، یه هویت مشترک میخواد و یه برای اینکه این انسجام سیاسی رو ایجاد کنه. و خب عجب کاری انجام دادن در طول این زمان که اه، هر نوع شکاف در یک چیز در واقع تفرقه است که خب نباید بکنی، خدا هم داره میکنه، خدا هم میگه نه. و دوره صفویه در واقع تولد تشیع دولتی رو داشتیم. دوره قاجار دین به عنوان ستون مشروعیت شده و انقلاب 57 هم که وحدت علیه شاه، و دوره جمهوری اسلامی هم این آیه وحدت به مثابه حفظ نظامه و خیلی خیلی مهمه. آیا واقعا وحدت دینی برای حذف تکثر یا ایجاد چارچوبی برای اختلاف سالم که نبوده، واقعا برای حفظ قدرت بوده. هر کی غیر ماست داره از این ریسمان الهی فاصله میگیره و باید ببینیم که توی قرآن هم این ماجرا رو داریم. آیه 104 رو داریم که باید از میان شما امر به معروف و نهی از منکر بعضیا بکنن. بعد واقعا بابا مگه آزاد نبود؟ مگه پاسخش اون دنیا نبود؟ پس این تبلیغات و تشریفات واقعا برای چی؟ و خودمونم دیدیم دیگه. حالا امر به معروف و نهی از منکر که دیگه اصلا خودش دادگاهه و نیروی نظامیه و جرمه و خب اینا همش هستش. حالا ببینیم چقدر زیبا. اگر اون آیه 103 داره بهت میگه که کلا من دارم خط راست رو بهت نشون میده، هر کی جدا از اینه تفرقه است و اگر اختلاف عظیمی پیش بیاد باید منتظره عذاب عظیم باشین. آیه 105 آیه 106 روز آخرت، روز جزا، اونجا چون به این آیات ایمان نیاوردید و پرکنده شدید صورتتون سیاه خواهد بود، شما موقع مجازات خواهید شد، دلیلش رو از الان بدونید. آیه 107 اون چهره سفید جاش بهشته، اینایی که الان حرف منو گوش میدن بهش ایمان میارن اون موقع میرن بهشت. ببینین دیگه دائم معلومه که تو باید حرفشو گوش کنی. داره قدرت میگیره، داره اون کسی که اونجا اون بهشت رو میخواد، اون جنگل و اون رود زیر جنگل و اون اتفاق رو میخواد. حالا فقیرم هست، تو داری بهش میگی برابریم، همه اینا یه آرزو فروشی بی‌نظیره. میگه بیا با من، از من فاصله نگیر، چون من هم اینجا به تو کمک میکنم هم اونجا. اینجا بجنگی با من ببری بردی، اینجا بجنگی با من بمیری مردی. و خیلی بزرگ خدایا. آیه 108 میگه اینها آیات خداست، به پیامبر داره گفته میشه خدا بر کسی ظلم نمیکنه ولی عذاب میکنه. اینم خیلی جالب. آیه 109 همه آسمان ها و زمین برای خداست و همه کارها برای قضاوت و پاداش و عذاب به در واقع پاداش و عذاب و قضاوت و اینا به سوی او برمیگرده. آیه 110 هم داره میگه شما بهترین امت انسان ها هستین، امر به معروف و نهی از منکر میکنید، به الله ایمان دارید. اگه یهودیان و مسیحیان هم قبول میکردن براشون بهتر بود ولی بیشترشون فاسق. بریم ببینیم که یه مقدار این آیه رو باز کنیم. آیا این بهترین امت، چون مثلا تو یهودیت داریم دیگه واقعا بهترین امت میگن و اینکه میخوان که حالا این جمله منم حتما برین چک کنید ممکن اصلا اشتباه باشه، ولی به نظر میاد یه بهترینی به هر امتی گفته میشه. مثلا امت اسلام برای اینکه آخرین پیامو داره، شریعتش کامل تره، بعد میگه ما ورژن نهایی خودتونیم. به هر حال باعث میشه که این توی جمهوری اسلامی باعث میشه امت اسلامی، ما نظام اسلامی داریم میاریم، ما این خود خدا گفته بهتریم، خب پس ما هم باید یه کاری میکردیم که این اجرا بشه و خب ولایت فقیه و همه اینا. اه، در واقع این آیه رو باید با مفهوم قوم برگزیده در یهودیت مقایسه کنیم که آیا یه جور ناسیونالیسم دینی ایجاد میکنه و خب واقعا توی یهودیت که قوم برگزیده داریم به بنی اسرائیل و
اه، اینجا توی قرآن ولی یه مقداری آدما از هر دینی میتونن باشن، از هر نژادی میتونن باشن، ولی این کارا رو باید بکنن و اه، در واقع زمین ساز برتری طلبی دینی میشه و حتی سیاسی میشه و حالا ناسیونالیسم دینی و همه اینا که قوم برگزیده اینجا خیلی مهمه، یادتون نره، بسیار مهمه، اصلا الکی نیست. 111. این فاسقان خدا گوش نده نمیتونن زیانی به شما برسونن و جلوتون شکست میخورن. حالا اون آدما بنده خداها همون سلولا و کسایی که خود این یونیورس ایجاد کرده، ولی اینجا خدا بین اینا فرق میذاره. حالا واقعا باید ببینیم خداست. آیه 112. مهر ذلت بر یهودیا و مسیحانی که این آیات را قبول نکردن خورده است. به این آیات کفر ورزیدن و پیامبر کش هستن، گناه کردن و جزاشون اینه. در حال دوباره حمله میشه به یهودیت و مسیحیت، با اینکه قرار بود همه بگیم که دجباری نیست، با پیامبر من میگه از خودتونه، ولی یواش یواش هی قانون میذاره و میگه بر از خدا و پیامبر. من پیامبرم اینجا اهمیت بسیاری دارم، خونه دارم، مراسم دارم، قانون دارم، باید اجراش کنی. چی فکر کردی اجراش نکنی باید طلب بخشش کنی؟ اجراش بکن، باید بیا جنگ. وقتی من میگم فتوا میدم، چی فکر کردی؟ تو آیه 113 میگه البته یهودی و مسیحی هم یک جور نیستن، خب خوبم توشون هست و در جنگ با ما هستن و هم با همونن. معلومه داره یه سری یهودی مسیحی اومدن بهش جوین شدن، میگه در واقع اینا خوبم توشون هست و در جنگ با ما هم هستن و آیات خدا رو میخونن و نماز میخونن و آیه 114 ایمان آوردن که من پیامبر خدام، امر به معروف و نهی از منکر کردن، همه جوره با ما. و آیه 115 میگه همه کارهای نیکشون جواب داره و پاداش دارن پیش خدا. آیه 116 میگه کسانی که به این آیات باور ندارن، این که الان پول و ثروت دارن فایده نداره، مجازات میشن در دوزخ. و خب ترس ترس ترس. این آدما تو آیه 117 میگه کاراشون توی دنیا بدون نتیجه است و نابود میشه. آیه 118 میگه ما و آنها، که اینجا در واقع دوباره خدای یونیورس داره میگه اسرارتون رو به غیر از خودتون به کسی نگین، آنها دوست دارن شما رو در رنج و زحمت ببینن، اینها دشمنان شما هستن، درست فکر کنید. وای خدایا، اینا همه شیطان ها، اینا و اونا و اینا کار خدای یونیورس نمیتونه باشه. داره میگه اینا اونا، به اینا نگین، دشمنانتونه. بدون شک کسی که انگشت میگیره و میگه تو دشمن منی، اون دشمن توه. ما و شما اینجا زمینه های دشمنی داره ایجاد میشه. آه خدای من. این آیه 118 بود صحبت کردیم. آیه 119 شما به همه کتاب های آسمانی باور دارید ولی اونها نه باور دارن، اونها نه باور ندارن. اونها پیشتون به دروغ میگن باور کردیم، خدا به پیامبرش میگه به انسانایی که باور نکردن بگو با همین خشمی که دارید بمیرید. وای وای وای، داره میگه دیگه. 120 اگه براتون اتفاق خوبی بیفته ناراحت میشن، اگه اتفاق خوشایند بیفته ناراحت میشن. در برابر اونها استقامت کنین، نقشهشون عملی نمیشه، خیالتون راحت، خداوند بر اعمال اینها تسلط دارد. آیه 121 داره در مورد یه روز خاص میگه. پیامبر داره یک روز خاص رو تعریف میکنه که از پیش خانوادهش رفته تا بره میدان جنگ و خدا داشت همه حرفا رو میشنید. ببینید خدا چقدر در واقع مینی خدا انگار. من از همون میگم در اصل شما باید برین خودتون کتابو بخونین. اگه چشاتون بازه بسته است واقعا دیگه اینقدر جنگی که حتی معلوم نیست که من این که الان هستم چه کی بم سرم میخوره که حالا بخوام مثلا خیلی واو مثلا شد با هم نظر. من نظرمو میگم، این اصلا پادکستی ممکن 5 نفر گوش بدن، گوش میدین نگاه کنین. این آیه به روز جنگ احد اشاره داره. سال 3 هجری قمری، سال 3، یعنی با اینکه طرف 43 سالشه، سال 3 که همین الان مثلا 1403، یعنی اون موقع 303. الهی آی خدایا. شخصیت اصلی تو صحنه محمده که پیامبر اسلام صبح زود از خونه خارج شده تا نیروها رو برای نبرد سازماندهی کنه. طرف مقابلش ابو سفیانه که رهبر قریشه که برای انتقام شکست به مدینه اومده.
چرا این روز مهم؟ ابتدا مسلمونا برتری داشتن، بعضیا مثل تیرنا احد و اینا رو دیگه آدما میدونن که نه، یه کاری کردن که وگرنه اگه تحلیل شکست، یعنی تمام مدت تو آیه دیگه گفته بود بدر برنده، بدر برنده، بابا میان کمکت، فرشته ها میان کمک. حالا که بازنده شدن گفت آقا اصلا به خاطر اینکه اومدیم آزمایشت کنیم و بی‌انضباطی کردین، گوش ندین. یعنی همه اون تبلیغایی که آقا خدا و فرشته ها و بیاین بجنگین و فلان و اینا، آخرش تحلیل رو عوض میکنه، اینکش رو عوض میکنه و خب یه سری آدم میمیرن سر این ما و شما و خدا و اینکه خدا کمکت میکنه بیا وسط. و ای خدا، ای خدا، حالا این خدایی که من میگم از درون من از بیرون من نیست، دوتاش دوتاه، شایدم باشه هر چیزی که هست. آیه 122. دو تا طایفه بودن که سستی نشان دادن و خدا پشیمونشون کرد. و آیه 123 در جنگ بعد که خدا میدونه اصلا چند نفر بودن و چقدر مهم بوده که حالا الان داره آیه میشه واقعا جنگ بعد مگه چند نفر بودن اینقدر مهمه. یعنی برگردیم از این جنگایی که الان داریم به مراتب کوچیک‌تره. آقا آدما برگردیم، اینا باید ریموو بشه، این آیدنتیتی، هویت حالا دینی که به یه شکل، هویت کشوری هم به یه شکل، امیدواریم یک روزی بدون مرز، بدون هویت، شاید بشه شاید هم نشه. خدا یاریتون که و شما پیروز نمی‌شدید اگه یاریتون نمیکرد. آیه 124 در واقع تو به مؤمنان گفتی 3000 تا فرشته به یاری شما خواهد اومد. و بریم برای یک کمی نگاه کردن به این سوره. اه، در واقع آیه 121 صحنه سازی بود، صبح خروج برای نبرد، مشخصا مربوط به جنگ احد بود. اه، ولی بعدش حالا یه مقدار داریم. این آیه 124 داره یادآوری بعد رو میکنه، نه توصیف احد. میگه در احد شکست خوردید، یادتونه تو بعد چگونه خدا کمکتون کرد، همون خدایی که 3000 تا فرشته بود داده بود. اما داره میگه که تو این آیه ها داره میگه آقا شما خودتون سرپیشی کردین، در واقع نصرت کامل محقق نشد. اه، تو بعد ریمان و اطاعت داشتین نصرت، توی احد اختلاف و بی‌انضباطی داشتین شکست و یه حالیه دیگه. و اه، در احد شکست خوردید، اما مگر در حال یه جاهایی واقعا داره میگه بیرون داره کمکت میکنه، به محض اینکه میبازه میگه من این تحلیل های معنوی رو واقعا آدم واقعا نمیدونه چی بگه، چون آخرش تحلیل میکنه میگه آقا شکست خوردی به خاطر اینکه چیز بودی، ولی قبلش داشتی میگفتی بیاین ما در صورت کمکت میکنیم. آیه 125 میگه امروز هم همین قوله، اگه استقامت کنی این دفعه 5000 تا فرشته میاد به کمکتون. آیه 126 میگه اینا فقط بشارتی که اطمینان خاطر پیدا کنید. آیه 127 داره میگه این وعده الهی برای ناامید کردن و مایوس کردن، خب اینا همش نمود جنگ دیگه. حالا بین کلا چند 200 300 500 هزار 2000، وای چقدر کم، وای چقدر کم. میگه که آیه 128 میگه تو اختیاری واسه عفو بخشیدن کافران و مؤمنان فراری نداری، فقط خدا داره، ولی از طریق توی پیامبرش داره اینا رو میگه. آیه 129 داره میگه همه آسمان ها و زمین مال خدا، هر که بخواهد رو مجازات میکنه، هر که بخواد رو میبخشه. و خیلی زمین بزرگه، آسمونم نمیدونه که آسمونم مال زمینه، یعنی اصلا دونه این ابر و باد و حالا مه و خورشیدم که این تو هن اصلا طبقه های آسمانن. اه، توی آیه 130 یه مقداری داستان میره جور دیگه ای میشه. خب یهو میگه آقا سود پول و چند برابر شدن و ربا و اینا نداریم ما، یعنی یهو اصلا عوض میشه داستان. و خب ها اینم جالبه دیگه. اه، از آیه 121 تا 129 در مورد احد و شکست و سستی و اطاعت و فلان و اینا. توی یه آیه این بود که اه، یکی از دلایل شکست این بود که برخی برای غنیمت موضع رو ترک کردن و نوعی تمایل به سود فوریه. و ربا انگار سود چند برابر بدون کار واقعی و طمع اقتصادی داره. و
در واقع دنیا طلبی افراطی. اه، جنگ احد هم خب ضربه اقتصادی بوده، خانواده کشته شده بودن، آسیب پذیر شده بودن و رباخاری و این پولو بگیرم چند برابر باید بهم بدی، خب طبقه ضعیف رو نابود میکرد و میخواست جلوگیری کنه از فروپاشی اجتماعی که خیلی خیلی اه، میتونه حتی اینجا خیلی برام دارم میگم اون گروهی که این کتاب رو درست کردن اینا آدم خفنی بودن، من که نمیدونم دنیا رو گرفتن. ولی اینکه فکر کنی این کتاب بگیری میرم جراحی کنسر میکنم، ماچ میکنم، دارم میرم مسجد پول میدم، میرم زیارت، تو این کارا رو کنار درختم میتونی بکنی، لازم نبود که حالا تا حرم امام رضا بری یا حتما بری کربلا و چون اونجا فرق میکنه. این وسط رو دارم واسطه رو میگم، نمیدونم متوجه میشی یا نه. اه، در حال بحث رباه، اینکه حالا جامعه اقتصاد دیگه یه مقداری قانون میگم میاد برای حکومت، اومده برای حکومت. آقا این کتاب آمده است برای حکومت و نه برای اخلاق، با اینکه اکثر آدما برای اخلاق بهش جوین میشن، برای آدم خوب بودن، نه برای حکومت کردن. ولی این برای حکومت کردن بود. سر 31 میگه که آقا اگرم در سر ربایی نکردین میرین توی آتش. سر 32 میگه برای اینکه مشمول رحمت بشین باید خدا و پیامبرش شد. آقا قبلا این شکلی نبود، آقای پیامبر یه آدمی بود بین شما، ولی یهو خدا و پیامبر شد. آیه 133 میگه آقا چه بهشتی براتون آماده شده و وسعت آسمان ها و زمین رو داره. آیه 134 میگه برای کسایی که پول ندارن ولی سرمایه گذاری میکنن در راه خدا و خشم خودشون رو میخورن و از خدای مردم میکسن. ببین این آیه خوبیه ها، و نگاه کن نسبت به موضوعات آیات رو، واقعا کلی کتاب هست که آدما نوشتن و کلی نکات ذهنی و رفتاری عالی داره که آیه دلیل میشه این سمت خداست. یعنی هر آیه هر جمله خوبی باید بگم آیه عالیه اینو نوشته. بابا آدما کلی قبل از این هم آدم خفن بودن و همین مجددا اشاره به آدم هست. کتاب کتاب آدم. برای کسایی آیه 135 برای کسایی که اگر گناه هم کردن طلب آمرزش میکنن و خدا رو اونا رو میبخشه، میگه در صورت شما اه، انقدر اومدین اه، کار درست و غلط و مفید و نامفید و گناه و ثواب و اینا هم بیشتر مورد قضاوت و عدالت و بهشت و جهنم و کیراس میگیره تو رو میگه اصلا یه دادگاه. بعد میگیم چرا تو ذهنمون همش دادگاه؟ برای همین، برای اینکه از اول با اینا بزرگ شدیم. و یهودی هم همینه و مسیح هم. آیه 136 میگه پاداش داریم بهشت و درخت و باغ و آب زیر درخت و اینا. آیه 137 میگه پیش از شما هم سنت ها و دین هایی بوده و برید سفر کنید ببینید عاقبت تکذیب کنندگان چی بوده. که آیه 137 رو با هم خواهیم رفت. و اه، اینکه تاریخ تصادفی نیست و قانون داره و خیلی از قرآن در مورد اینه که اوی داری با من مخالفت میکنی، برو ببین قانون کسایی که مخالفت کردن چی بلایی سرشون میاد. عاد و نوح و ثمود و فرعون، اصلا انقدر زیاده، همه نصف قرآن در مورد اینه و از کتابای قبلی هم آورده و داره میگه شما هم این کارو نکنید وگرنه اگه مسیر تکذیب و فساد رو برید سقوطتون قطعیه و بیاین با من. و خب سقوط عزیزمون هم قطعی. همین الان دیدیم حاکمایی که میان و خامنه ای میمیره و لاجانی میمیره. آقا این حداقل بگین سیاستمدار این لیبل دینی، لیبل من از طرف خودم و آدم هم دوست دارن دیگه، یکی رو فکر کنن اون وصله و از اون خواهند پرسید و اون کمک خواهد کرد و داستان دیگه. می‌بینیم آیه خدای آیه 138 خواهد بود و برو بریم برای این و منم دارم یه سه نوت و اینا میخونم. کار سختی هست. میگه که آیه 138 میگه این بیانی است برای عموم مردم و هدایت و اندرزی است برای پرهیزکاران. آیه 139 میگه سست نشین، غمگین نشین، شما برترید اگه ایمان داشته باشین. آیه 140 میگه توی یه آیه رو معلوم میشه که توی این آیه رو معلوم میشه که شکست خوردن توی جنگ احد. مگه نگفته بود توی واقعا همه این آیه که فرشته ها میان و کافرها شکست میخورن و مایوس میشن؟
اما الان میگه اونجا شما بردید، اینجا اونا. این مسائل برای اینکه ایمانداران رو به یهو آقا ما اومدیم آزمونتون کنیم و فکر کردین که فقط بگین ایمان آوردیم کافیه. نه 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 نه. من گفتم فرشته میاد، ولی اول میخواستم امتحانش کنم. آیه 141 میگه خداوند کافران رو به تدریج ولی نابود سازد. واقعا کافران آدما، بچه این خواهر اون، فامیلای اصلا توی یه منطقه، اینایی که دارن با هم توی این آیات میجنگن فامیلای جدی همه. آیه 142 چی فکر کردیم بهتون بهش داده میشه همینطور قبل از اینکه معلوم بشه صبورین؟ جوکه، برای اینکه باختن حالا باید بگه که باید استقامت کنید، تقصیر خود. آیه 143 میگه شما الکی صحبت شهادت و مرگ در راه خدا میکردید و وقتی فرصتش پیش اومد جا خالی کردید، فقط حرف میزنید و عمل نمیکنید. آیه 144 میگه محمد میگه فقط فرستاده خداست، ولی میگه اطیع الله و اطیع الرسول. یه جوری گفته میشه انگار هیچ قدرتی نداره یا نمیخواد، ولی در نهایت در خیلی آیات قدرتش نشون میده. میگه اینجا میگه مثل پیامبران دیگه اگه بمیره یا کشته بشه نباید به عقب برگردن و مسلمانان، و اگرم برگردن مشکلی نیست و فقط پاداش رو از دست میده. در صورت اطیع الله و اطیع رسول خیلی مهمه. آیه 145 مرگ دست خداست، سرنوشتی تعیین شده. آیا اینجا اتفاقات جبر تلقی میشه؟ میخوام ببینم که آیه 145 اه، در واقع حالا بازم یه داستان تکراری پاداش رو در آخرت داریم اینجا. و اه، اگه کسی اینجا زندگی خوبی نداره بدون اگه پاداش میخواد توی اون دنیا باید حرف پاداش میخواد توی اون دنیا باید حرف خدا که از طریق پیامبرش گفته میشه رو تبعیت کنه. آیه 146 میگه خیلی داشتی مردان الهی که در کنار پیامبران خدا جنگیدن و استقامت کردن، شما نیستید فقط. چرا اینقدر جنگ خدای یونیورس؟ چرا صلح نه؟ چرا خیلی کمتر مهربانی؟ آیا در قرآن الهیات مقاومت داریم یا الهیات صلح، یا ترکیبی از هر دوتاش که میتونیم بریم ببینین اگه خواستیم. آیه 147 این مردان الهی از خدا استواری خواستن که جلوی کافران پیروز بشن. این در صورت این ما و شما، این قضاوت، این ما در مقابل شما از کجا میاد؟ آیه 148 خداوند که در اساس سوپر هواشونو داره. آیه 149 دیگه به حرف کافران گوش ندید ضرر میکنه. کافران هم قلب دارن، مغز دارن، دست دارن، سلول دارن. یا خدا، اخلاق برای جاجمنت برای قضاوت، برای مجازات، برای پاداش، برای اینکه حرف منو گوش بدین. من میدانم خاصی داره در صورت. اه، آیه 150 میگه خدا براتون بهتره تا اینا. آیه 151 میگه خدا توی دل کافران ترس میندازه و میفتن توی آتش و سرنوشت بدی در انتظارشون. حالا جنگ و باخته. 152 ببینید من گفتم جنگ اود رو میبریم، هنوزم میگم، ولی داشتیم میبردیم تا زمانی که همه به فرمان الهی بودیم. وقتی با هم دیگه خوب ادامه ندادید خدا هم پیروزی رو از شما گرفت. شما هم اگه حرف خدا رو انجام میدادید برنده میشدید، ولی عیبی نداره، ناراحت نباشید. آیه 153 میگه یادتونه از کوه میرفتیم بالا و بقیه وسط بیابون بودید و ترسیده بودید و پیامبر صداتون میکرد و حالا بالاخره داشتن شکست میخوردن، اندوها رو یکی پس از دیگری به شما جزا داد. این واقعا چیه این؟ و میخواست که شما به خاطر از دست رفتن غنایم نگران نباشید. واقعا این آیه رو بخونید چجوری هستن. آیه 154 بعضیاتون بعد جنگ آروم میخوابید، بعضیاتون نه، همش تو فکر بودین که اگه ما قرار بود پیروز بشیم و سهمی داشتین همه کشته نمیداریم. بهشون بگو شما این قرار باشه بمیرید توی خونه هاتون میمردین و شما دارین آزمایش میشه. اینم یه راهیه، وقتی نشه در یه چیز دیگه. بهانه آقا، بهانه داریم. ولی میگه کسایی که فرار کردن توی جنگ، توی آیه 150 میگه توی جنگ رو شیطون گل زد. خدا میبخشتشون، باید برگردونه اینا رو دیگه. آیه 156 میگه اصلا نمیفهمم واقعا، حالا من نمیفهمم. و کافران گویا میگن که اگه شما با ما بودید کشته نمیشدید. این حرف درستی نیست، شما تکرارش نه، مرگ دست خداست. حالا کلی گفت بیاین بجنگید خدا پیروزتون میکنه. باختن حالا میگه که تقصیر خودتونه. شاید هم مثلا اینجا نمیمردین، بچه‌ت اینجا مرد. من مثلا اسرائیلی میاد میگه آقا مردیم، ایرانی میگه مردیم، میگه بابا اصلا مرگ دست خدا، شما اگه نمیومدین این جنگ هم نمیشه شاید تو خونت میمردی. دقیقا این همونه.
و تو باید اونجا میگه آره درست میگه. آیه 157 میگه اگرم بمیرید که ضرر نکردید میرید بهشت، از این همه زندگی دنیوی بهتره. آیه 158 میگه اگه بمیرید و کشته بشین میرید پیش خدا، نگران نمیشه. اصلا کل وین وین، اصلا پیروزی بزرگ و این ایدئولوژی داره که چه بمیری برده، چه بردی چه پیروز بشی برد. آیه 159 پیامبر چون تو مهربونی و میبخشیشون از تو کنار تو پراکنده نمیشن و باهاشون مشورت کن، ولی تصمیم با خودته. اینجا یواش یواش دوباره میبینی فرق داره ایشون با بنده عادی. آیه 160 نوشته اگه خدا شما رو یاری کنه شما همیشه پیروز میشید. این چه وعده ایه؟ چه در واقع باختن، چه بمیرید بردید چه ببرید بردید. آیه 161 فکر کردید پیامبر به شما خیانت میکنه؟ هیچ پیامبر خیانت نمیکنه. هر کسی هم خیانت کنه خدا میبینه و نتیجه اعمالش رو میبینه. خدا میبینه، اینجوری که معلومه. خدایی که اتفاقا ایشون وصله بهش. آیه 160 رو ببینید رضای خدا در پیروی از این آیات. رضای خدا رو میخواد یا خشم خود؟ دوباره خشم ترسوندن. آیه 163 هر کسی مقامی داره. آیه 164 میگه این محبت خداست به شما که از بین خودتون پیامبری انتخاب شده و آیات خدا رو بشنوید و از گمراهی بیاد بیرون. آیه 165 بله توی جنگ احد بهتون مصیبت رسید، اولا که 2 برابرش رو به دشمن وارد کرده بودید، دوباره چون دستور پیامبر رو گوش ندادید. این بردین الکی ادا در نیار. آیه 166 میگه خدا خواست که جنگ اینطوری بشه، با اینکه قبل جنگ گفته بود 5000 تا فرشته به کمکتون میاد و برنده میشید و اینا، ولی کلا این داستان جنگ برای آزمودن شماست. آیه 167 منافقان هم معلوم شدن چون میگفتن جنگ نمیشه، اگه بشه پیروی میشه، پیروی میکنیم. جنگ شد و نیومدن، اینا میشن منافق که اینا تارن دیگه، جر میخوره. آیه 168 اون منافقا گفتن اگر راه ما رو پیش میگرفتید کشته نمیشدید. بگو مگه میتونید مرگ افراد رو پیش بینی کنید؟ فقط خدا میدونه. و حال به کشتن، در واقع اینجا به کشتن دادن مردم با وعده پاداشی برشه، و اینکه اگه مردن شما از کجا میدونید قرار نبوده بمیرید. هم واقعا استدلال جالبیه، خدایی استدلال جالبیه. میگه اصلا تو جنگ من بردم تو جنگ مردین، تو از کجا میدونی زنده میموندی؟ و این خیلی پر روه در واقع آدم که اینو میگه. آیه 169 در ضمن اونا که مردن نمردن پیش پروردگارن که واقعا عجب. آیه 170 اونا الان پر از نعمت زندگیشون و خوشحالن و برای بقیه که بعدا پیششون میان دارن ذوق میکنن. میدونی ماجرا واقعا چیه؟ باید به این شک کنید که اگر ارتباط با خدا نباشه فقط داره شستشوی مغزی میده که برای هدفش بیان بجنگن. اونا که میمیرن و واقعا اونا چی؟ توی فیلم محمد رسول الله یه جوونی هست که میبینه که مامان باباش به بدترین شکل کشته شدن و ناراحت بود و اینا، همه اومدن بهش تبریک گفتن آقا مبارکه، ناراحت نباش، پدرت مادر در راه خدا اولین شهدا هستن. و اه، با همین داستان واقعا باید ببینید چقدر جوان توی جنگ ایران و عراق کشته شدن. و منم پیشنهادم اینه که کتاب چشم باز و گوش باز زکریا هاشمی رو بخونین و چه بلایی سر بچه ها افتاد. دو طرف هم مسلمون بودن و حق با خودشون میدونستن. آیه 171 شهدا در ناز و نعمتن. آیه 172 یعنی ای بابا فکر کنی مردن. آیه 100 یعنی جنگین دیگه، برای من، برای قانون من. آیه 170 حکومت آقا قدرت میخواد. یک بار دیگه در این آیه ببینید خدا و رسولش توی این آیه 170 استجاب الله وللرسول، یعنی آه، دعوت کردن که شما که تازه جنگی داری بازم بیان به جنگین. جنگ همراه الاسده که در پیش و بهتون پاداش داده میشه. آیه 173 اینا گوش ندادن به حرف بقیه و یه سری اومدن دیگه و گفتن که خدا بهترین حامی ماست. و آیه 174 میخواد بگه که از این جنگ پیروز اومدن. یه جنگ دیگه به نظر من ایجاد شد و حالا یا جنریت کردن یا اینکه ایجاد شد، گفتن که آقا هیچ ناراحتی بهشون نرسید. و آیه 175 میگه که از شیطان نترسید، از من خدا بترسم. کلا ترس این دین، حالا دینای دیگه هم همینه. آیه 176 اصلا ناراحت کسایی نباش که حرفتو قبول نمیکنن و اونا توی آخرت چیزی بهشون نمیرسه. آیه 177 میگه که مجازات سنگینی در راه. آیه 178 میگه که این که اه، این کفار دارن زندگی میکنن واسه اینه که مهلت داده بشه گناهشون بیشتر بشه. مثلا میگن که ای بابا خامنه‌ای تا این سنمون، فلانی تا این سنمون، همه جوونا مردن، این چی میگه آقا یعنی اینا گناه بیشتری بکنن و عذاب بیشتری داده بشه. آیه 179 ببینین شما مؤمنا تنها نیستی، خداوند شما رو از اسرار اه، در واقع
غیب آگاه نمیکنه، ولی پیامبری رو براتون فرستاده که بهش ایمان بیارید و براتون پاداش بزرگی در راهه. خب به هر حال داره بهشون آقا گیمیفیکیشن خفن میگه. باریکلا. کسایی که آیه 180 کسایی که پول و اموال دارن ولی سرمایه گذاری نمیکنن، بدونن که به ضررشون در قیامت گرفتار میشن و خدای آسمان ها و زمین میدونه دارین چیکار میکنین. آیه 181 اینا گفتن پول نداریم و فقیریم و اونا در واقع پیامبران رو هم قبلا کشتن و عذابی براشون در راه. آیه 182 این عذاب و پاداش نتیجه کار خودتونه. آیه 183 اینا بهانه میارن که تا معجزه. خب آیه 183 رو داشتم میگفتم که خب گوشیم زنگ خورد و الان اصلا یه روز دیگه است و درسته این ویدیو به هم میچسبه و منم خیلی حرفه‌ای نیستم، ولی الان یه روز دیگه است و با هم میریم جلو. آیه 183 در واقع اینا بهانه میارن که تا معجزه خفن نیاد ایمان نمیاری و در واقع خدا هم میاد میگه که اینا قبلا هم پیامبرا اومدن معجزه هم آوردن ولی اینا بهانه آوردن و در واقع کشتنش و این یه دلیل خوبی شد برای معجزه نیاوردن. این آدما برای اینکه به محمد ایمان بیارن گفتن معجزه بیار. محمد هم از طریق خدا گفتش که آقا قبلا هم معجزه آوردن شما کشتی دیگه، حالا خیلی الان موضوعیت نداره. آقای 188 این که بهانه نمیارن چیز تازه نیست و قبلا هم بوده. نیم در هر صورت اینا قراره بهانه بیارن و دیگه حالا باید بدونی که تو دنیای پیامبران این شکلی. آیه 185 پاداشتون بعد از مرگه، یعنی توی این زندگی نیست. زندگی دنیا فریبی بیش نیست و خب اینجاست که واقعا فرق داره. کسایی که توی لحظه زندگی میکنن توی دنیای زمان، به قول پادکست حسین هست که زمان حال یک زمانی بین گذشته و آینده نیست که از گذشته عبور کرده و به آینده خواهد رفت. اینجا خیلی فرق کنه. زمان حال همه چیه و آینده ای که برای ما تصویر کرده تو این کتاب و میگه که باید مسیر من رو بری که بهش یک آینده عالی داشته باشی، یک دنیای باقی عالی داشته باشی و از این فلاکت که الان هست نجات پیدا کنی. اینه که کاری که من میگم رو انجام بدی و خب توی اینجا آزمایش میشی و تو آیه 186 هم میاد که به نظر میاد داستان آزمایش از اینجا میاد که همش حالا همه انتظار پیروزی و پاداش داشتن و آزمایش در واقع کمک میکنه که میگه باید کم نیارید و ادامه بدید و از مسیحی ها و یهودی ها کلی سخنان آزرده خواهید شنید و ادامه دادن کاری که باید بکنید. نه اینکه ادامه دادن در واقع کاری نیست که باید بکنید. این قبلا هی میگفتش که آقا من فرشته میفرستم بیاین بیاین میبرین، حالا که باختن در واقع داره میگه که نخه شما آزمایش شدین و اه، اینه راهش، وگرنه که خدا که اون 5000 تا فرشته کار خودتون بود. آیه 187 خدا پیمان گرفته بود که کسایی که بهشون کتاب الهی داده شده باید برای مردم بگن که پیامبر دیگه ای در راهه، ولی اونا کتمان کردن. یعنی اصلا پیمان خدا گرفته بود. آیه 188 میگه یک سری آدمن که کار نیکی انجام ندادن و پاداش هم میخوان و در واقع زکی برای اونا عذابی دردناک در پیشه. آیه 189 خداوند بر زمین و زمان قدرت داره و به تبعش هم که میدونیم پیامبر. آیه 190 میگه در این آفرینش و رفت آمد و شب و روز و نشانه های روشنی سر خردمندان. در واقع این نگاهش عبور از بت، ولی اینکه خب طبیعت رو با اون نگاه نیکد آیش خواهد دید. برای آدم هایی که ما هستیم باید بهش دقت کنیم، چون برمیگرده به دورانی که زمین سنتر زمین بود، دنیا بوده، خورشید و ماه در واقع همسایز دیده می شدن، جزئی از آسمان بودن. اینا خیلی مهمه. وقتی اینجاها داره کردیت این که خدا یک خدای نیچره و
من از اون اومدم و نه این چیزای نابود، ولی اینا رو اشتباه میگه، حواستون باشه ببینیم. من از دنیا خواهم رفت، امیدوارم که این ویدیوهایی که دارم درست میکنم. آیه 191 میگه این خردمندان دارن عبادت میکنن و میگن ما رو از عذاب نجات بده. حالا یه جمله از اکهارت توله است اینجا، میگه the purpose of the universe is consciousness bringing more consciousness into the dimension، و اینکه حضور رو بیار تو این بعد زندگی که وجود داره. آیه 192 میگه برای افراد ستمگر آتش هست و هیچ یاوری ندارن. ولی خب این ستمگر کیه آقا؟ این اصلا چه میدونم، هم ابو سفیان کیه مگه؟ این مجموعه از چشم و گوش و مغز و کبد و کلیه و مادر و خواهر و خانواده و اینا مگه نیست رئیس؟ این چرا باید در واقع برای خدای به این بزرگی دشمن باشه که ستمگر باشه و همه اینا؟ آقای سرنوردسه میگه واقعا داره تاثیر سازی میکنه و در واقع اه، صداییه که در واقع دعاییه که خدا داره از زبان پیامبر میگه که بنده، اصلا این خیلی عجیبه، یعنی یه بنده خوبیه که داره دعا میکنه، ولی آیه داره به پیامبر نازل میشه و اه، پیامبر اینو نمیگه، بنده خوب خدا داره میگه ولی خدا داره اینو میگه به پیامبر. خیلی عجیبه، مواد سخته دیگه، که بنده خوب خدا داره میگه من صدای پیامبر تو را شنیدم، ما بهش ایمان میآوریم و گناهان ما رو ببخش و ما رو با نیکان بمیران. آیه سرنوشت آنچه که به وسیله پیامبرانت به ما وعده کردی رو به ما بده، تو از وعدت تخلف نمی کنی. آیه 195 و اینه که و خدا اینجا معرفی میکنه بندگان برترش رو، کسی که حرف پیامبر رو گوش دادن، از خونه خودشون بیرون شدن، آزار دیدن، جنگ کردن، کشته شدن، پاداشون بهشته، باغایی از پر از نهر و اینها. آیه 196 اه، در واقع کافران بردن و مگه قرار نبود بعد الهی اتفاق بیفته و خب دارن کری میخونن. آیه 197 هم که اینا متاع ناچیزیه و جایگاهشون در اصل دوزخه. و آیه 198 و ایمانداران میرن بهشت و بازم باغ‌هایی براشونه. آیه 199 میگه از اهل کتاب هم آدم حسابی داریم. از آیه 200 هم ای ایمان آوران به من صبور باشید، در برابر دشمن پایدار باشید. اینجا رو قطع میکنم، میرم برای سوره نسا. خب سوره نسا رو میخوایم شروع کنیم و بسیار سوره مهمیه به نظر من. مهمترین نکتهش به اینه که ابتداعا آدم انتظار داره که بدونه که این سوره در مورد در واقع با خانوما داره صحبت میکنه، ولی با خانوم ها داره صحبت نمیکنه و بیشتر این در مورد خانوم های شما داره صحبت میکنه، انگار مثلا در مورد زن من، دوست دختر من، دختر من، در مورد این، یعنی مرکزیتش منم، من مردم و بقیهش حالا خانوم هایی که یک جوری به من وصل میشن رو باید اه، چجوری باهاشون دیل کرد و چه قوانینی وجود داره و چه قوانینی رو داره ایجاد میکنه. کاملا سوره مهمیه. از آیه 1 شروع میکنیم که م، در هر حال داستان این که همین که شما از یک انسان آفریده شدین و آدم و حوا، آقا دوتاش با هم نمیشه. خب یعنی واقعا باید به یه جایی برسین که بگین آقا این آدم و حوا، ماها آیا خودمون جدا از بهشت افتادیم پایین؟ اینجا واقعا به نظر من فرق جهان سوم و جهان اول واقعیه، نه آدمایی که لزوما حالا آمریکایی و سوئیسی ان اینا، نه، یعنی آدمهایی که در واقع نگاهی ندارن به اینکه یهو اومدن انقدر برترن. خیلی مهمه و من آدم هایی که میشناسم هیچ جوره قبول ندارن که خودشون یکی از حیوونا هستن و با این آیه فکر میکنم دقیق ترم هست، یعنی میدونن که آقا برترن و اه، این حالت رو ندارن که تکامل به وجود اومده. و به نظر من اینه که دوتاش نمیشه، یا ما جهش یافته دیگر موجوداتیم یا همه از هم هستیم و یا طبق گفته در واقع پیامبر دانای عالم از یک انسانیم، بعد زن اون انسان هم از همون جنسه، بعد اون
از اون دو مردان و زنان دیگه به وجود آمده. میگه که از قطع رابطه با همخیشان خیش پرهیز کن. آیه دومش میگه اموال یتیمان رو بالا نکشی و بدید بهشون. آیا لازم اینه خدا بگه؟ یعنی قبلش کسی تا حالا نگفته. اینجا خیلی برای من سوال عجیبیه که یعنی که آقا آیش عالیه دیگه. معلومه یک کتاب ممکن هزار تا چیز عالی داشته باشه، این دلیلش شاید خدا باشه. آیه سوم میگه اگه میترسین که با دختر یتیم ازدواج کنید و عدالت رو برقرار نکنید، ازدواج نکنید و زنان پاک دیگر را بگیرین، یا دو یا سه یا چهار همسر بگیرید. و اگه بازم میترسید عدالت رو برقرار نکنید، یک همسر بگیرید و یا از بردگان و نوکرانتون استفاده کنید. و این بنده و نوکره واقعا چه حسی باید داشته باشه که این خداشه داره بهش میگه؟ یعنی یک پرسونایی توی این داستان وجود داره که یه خانومیه که برده است و حالا میگه که آقا اینو بگیر. این برده، تو درسته تو بهتر از این برده ای، ولی برداری. تو الان آیه 1 و 2 3 آیا صحبتی از خانوما شده، یا در واقع داره میگه که با خانوما خواستین ازدواج کنین اینجوری اونجوری؟ آیه 4 میگه مهر زنان رو بدین. ببین اصلا نمیگه زنان، در واقع میگه در مورد زنانتون. خیلی مهم. آیه 5 و اموال خود رو به سفیهان ندید. آقا این سفیه یعنی چی؟ یعنی خدای دو عالم داره به یکی میگه؟ خدای دو عالم که خدای سوپر کهکشان و بیلیاردها و بیلیاردها و میلیاردها و هر چی ام و ب و ت و هر چی هست، تریلیارد و اینا هست، اینجا هست. ولی متاسفانه میگه که سفیه بهشون غذا بدید و باشون خوب صحبت کنید. چقدر جالب تره که این کار یک انسان باشه. خیلی واقعی تره. آیه 6 اموال یتیمان رو بهشون بدید اگه دیدید بزرگ شده. اگه لازم دارید اندازه نیازتون بردارید و وقتی بهشون پس دادید شاید بگید. اینو واقعا لازمه. بعضیا میگن که نه 1400 سال پیش کسی اینا نبود. اولا که بریم ببینیم که عربستان قبل از اسلام آیا بی سواد بودن یا با سواد بودن. بهتر پادکست بی پلاس رو برین گوش بدین. با سواد بودن. 1400 سال پیش اونقدری هم اگه یونیورس و هیستوری آف ارث و اصلا کل داستانی که من تغییرم شروع شده توی این موضوع رو نگاه کنی، 1400 سال واقعا زیاد نیست، ولی آدم ها نمیدانن، واقعا نمیدانن. آیه 6 رو که گفتم. آیه 7 ارث به مرد و زن رو واقعا دارن توضیح میدن. آیه 8 بازم ارثه. آیه 9 اگرم فرزند ناتوان و معلولی دارید به بقیه ستم نکنید. نمیدونم چی. آیه 10 اگر اموال یتیمان رو میخورید که آتش جهنم نصیبتونه. ولی میشه خورد، یعنی میتونی آتش در واقع اموال یتیمان رو میشه خورد، ولی بعدن عذاب میشه. آیه 11 پسر 2 سهم دختر، نمیدونم بیش از 2 دختر باشه 2 سوم، نه اصلا یه عددهایی. ارث. آیه 11 ارث. آیه 12 و برای شما نصف میراث زنانتون اگه اونا فرزندی نداشته باشه. یعنی بخشای نصف پول زن رو خواهند گرفت و شما و آنها. حالا دقیقا اینجا یه نکته هایی داره. ای خدا، یعنی میگه برای شما اینه اگه آنها فرزندی نداشته باشن. شما و آنها و اینها کلا خدا یونیورس واقعا کیان. آیه 13 میگه که هر کسی خدا و پیامبرش رو اطاعت کنه. خیلی جالبه دیگه. در صورت یعنی پیامبر داره تغییر شکل پیدا می‌کنه، داره اون شکل قدرتمند طرفدار داره، پیروان داره، و اینکه حالا باید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و اگه اطاعت کنید پاداش داده میشید و بازم بهشت. آیه 14 و اگه نافرمانی کنید که جهنم. آیه 15 زنی اگه زنا کرد، سکس کرد، تو خونه حبس بشه تا بمیره. آیه 16 اگه کسی سکس میکنه آزارش بدین. این داره خدا میگه. یعنی اون
آخونده که میاد عقدو میخونه دیگه کار تمومه. واقعا احمقانه است، واقعا احمقانه است. خواستین فقط میوت کنین، ولی من هدفم اینه که شما آیات قرآن رو بخونید. آیه 17 در واقع توبه یعنی من واقعا از سر نادانی سکس کردم، منو ببخشید. چقدر آدم ها وجود دارن تو این کشور خودمون که برای سکس میرن پول میدن برای اون خطبه و نمیدونم اون چیزی که ازدواج موقت. میدونید چه اکانومی شما به آخوندا تزریق میکنید با همین باور. آیه 18 اما اگر بگذاری آخر اون واسه توبه نمیشه، قبول نیست، عذاب میشین. آیه 19 ببینید شما مردانید و آنها زنان، با هیچ زنی در واقع صحبت نمیشه. برای شما حلال نیست که از زنان فلان، همه شما مردانی. آقا در مورد مردانه، در مورد زنان مردانه. خانوماتون میگه اگه آیه 20 اگه زن دیگه گرفتی دیگه نمیشه پولی که دادید و پس بگیرید. آیه 21 میگه مگه میشه این همه سکس کرده باشید و بزنید زیرش. آیه 22 با زنان پدرانتون ازدواج نکنید. این خب خیلی جالبه، دم خدا گم. آیه 23 رو قرار شده که با هم بخونیم و پایان جز چام. حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادران و دختران خواهر شما و مادرانی که شما را شیر دادند و خواهران رضایی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافتند، از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته اید. و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته اید، یعنی اگر یه همسری داشتین که آمیزش جنسی باش نداشتی و این دختر داشته، دختران آنها بر شما مانعی نداره. و همچنین همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند، نه پسرخوانده. و نیز حرام است بر شما جمع میان دو خواهر کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده، چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است. یعنی گروپ سکس قبلا. اوکی. ممنونم که گوش دادی.